قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آله و صحبه و من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. نیمه دوم ماه مبارک رمضان در عین حالی که یادآور برخی از خاطرات شیرین در تاریخ اسلام هست، مثل پیروزی مسلمانان در جنگ بدر در 17 رمضان سال دوم هجری و فتح مکه در سال 8 هجری در 20 رمضان، در این حال یادآور برخی از خاطرات تلخ و سوزناک هم در تاریخ اسلام هست، از جمله شهادت خلیفه راشد حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه که خلیفه بر حق مسلمین بود و در یک چنین ایامی، حالا بعضی گفتن 19 و بعضی گفتن 21 رمضان، به دست یکی از خوارج در سال 40 هجری بعد از 4 سال و 9 ماه خلافت به شهادت رسید. این واقعه سوزناک و در واقع جانسوز که رخ داد حاکی از یک سری اختلافاتی است که در اون زمان وجود داشت و به شهادت آن بزرگوار انجامید. یک سری فتنه هایی که آغاز شد و یکی از کسانی که فدای این فتنه ها شدند عثمان بن عفان بود و یکی دیگر هم شخصیت علی بن ابی طالب رضی الله عنهما که هر دو فدای این فتنه هایی شدند که در تاریخ اسلام رخ داده است. برای بزرگی شخصیت علی بن ابی طالب رضی الله عنه همین کافی است که در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگ می شود، رشد می کند، زیر نظر آن حضرت تربیت می شود. 2 حدیث اگر در عظمت شخصیت این بزرگوار گفته شود فکر می کنم کافی باشد برای عظمت شخصیت آن شخصیت بزرگمرد و بزرگوار. یکی حدیث مربوط به غزوه خیبر هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هنگام فتح خیبر فرمود فردا من این پرچم را به کسی میدهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند. لأعطین الرایة غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. و فردا هم این پرچم اون غزوه را به دست علی بن ابی طالب رضی الله عنه داد و همه دانستند که اون مرد کی بوده است و اون شخصیتی که فتح خیبر به دست او صورت گرفت و قلعه خیبر را فتح کرد. و همچنین حدیثی که در غزوه تبوک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه علی بن ابی طالب را در غیاب خودش در مدینه به عنوان جانشین خودش در مدینه قرار داد، در غیابش بعضی از منافقین یا طعنه زدند و گفتند که پیامبر تو را با زنان و کودکان رها کرده است و حضرت علی رضی الله عنه از این گفته ناراحت شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به او این طور تسلی داد، فرمود اما ترضى ان تكون منی بمنزلة هارون من موسی الا الا نبی بعد. تو راضی نیستی که مقام و منزلتت در نزد من مانند هارون در نزد موسی باشد علیه السلام؟ آیا تو راضی نیستی که منزلت و مقامت
به منزله هارون نزد موسی باشد که وقتی موسی به کوه طور رفت، هارون را به جای خودش در بین بنی اسرائیل جانشین قرار داد بعد از اینکه به کوه طور رفت، مگر اینکه پیامبری بعد از من نیست. آن چیزی که باعث شد من در این رابطه بحث را آغاز بکنم با توجه به این مناسبت هست و اشاره به این مطلب که ما اهل سنت کلا نسبت به بزرگان دینمون، خلفای راشدین و بقیه بزرگان و ائمه اهل بیت با دید نهایت احترام می نگریم. دو نکته فقط شاید کافی باشد برای اثبات این مطلب، برای اثبات این که اهل بیت نزد ما محترم هستند و ما به همه اونها به دید احترام می نگریم. یکی از این دو نکته این است که سادات همیشه در بین جماعت اهل سنت مورد احترام بودند. ساداتی که فقط و فقط از نسل حسن و حسین و فاطمه زهرا و علی بن ابی طالب رضی الله عنهم هستند. از طریق این افراد نسلشون به پیامبر میرسد، یعنی ساداتی که به عنوان سید از آنها یاد می شود و چون از نسل پیامبرند مورد احترام هستند، آنها از کانال این بزرگان رد می شوند، از کانال علی بن ابی طالب و فاطمه زهرا که ذریه پیامبر کلا از نسل این دو بزرگوار هستند و بعد از این دو حسن و حسین رضی الله عنهما. و همه این سادات نزد تک تک اهل سنت مورد احترام و محبت فوق العاده هستند. نکته دوم که باز نشان دهنده محبت ما به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، این است که نام اهل بیت در بین ما بسیار متداول است. نام بزرگان اهل بیت علی، حسن، حسین از نامهای بسیار معروف است که شاید به اندازه نام عمر رضی الله عنه در بین اهل سنت رایج نباشد. حالا اسم عمر در بعض جاها رایج است، ولی در اینجا شاید به دلیل بعضی از مشکلاتی که افرادی شاید فکر میکنند یا برایشون واقعا دردسرهای ایجاد می شود، خیلی ها از گذاشتن این نام امتناع می‌ورزند یا حداقل در شناسنامه نام دیگری انتخاب میکنند. واقعا در جایی که علیه این شخصیت همیشه دارد حرف زده می شود، انسان احساس می کند که گذاشتن این نام جز دردسر برایش چیزی نخواهد داشت. اما نامهای اهل بیت بسیار بسیار متداول هست. از همین جایی که من نشستم نیازی نیست که تک تک افراد را شناسایی بکنم و دید و زاویه دید خود را تغییر بدهم. همین زاویه دیدی که من دارم هم حسن هست، هم حسین هست، هم علی هست. تمام این افراد در همین زاویه دیدی که من نشستم با یک نگاه میتوانم هر سه نام را، هر سه نفر را با این سه نام اگر میخواهید هم بلندشون بکنم الان در همین زاویه دیدی که من نشستم. این نشان میدهد که ما اهل سنت کلا نسبت به اهل بیت فوق العاده احترام و محبت قائل هست، هم احترام و هم محبت فوق العاده. بد نیست اینجا نظری بیفکنیم به موضع و دیدگاه حضرت علی رضی الله عنه نسبت به خلفای راشدین، مخصوصا نسبت به ابوبکر و عمر رضی الله عنهما که مورد بحث ما هستند از شبهای گذشته. در این بخش ششم بحث به این نکته بپردازیم، به این مناسبت که دیدگاه اون بزرگوار حضرت علی رضی الله عنه بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم و به خلافت رسیدن ابوبکر و بعد از اون عمر و بعد از اون عثمان، دیدگاه اون بزرگوار نسبت به این شخصیت ها چگونه بوده است؟ چون متاسفانه ما در تاریخمون از برخی از کتمانکاری ها و سانسورها به شدت داریم رنج میبریم. بعضی ها تاریخ را وارونه جلوه میدهند یا حداقل سانسور و کتمان میکنند
و این شکاف و اختلافی که بین مسلمانان احساس می شود، مردم، عموم مردم یا عامه مردم در این بین رو در روی هم قرار می گیرند، گاهی یا نسبت به همدیگر احساس بیگانگی می کنند، یک شکاف و یک فاصله بین خودشون احساس می کنند. این ناشی از وارون جلوه دادن تاریخ است توسط بعضی ها. حتی تو مدارس، تو دانشگاه ها، شما چند روز قبل کتابی مشاهده کردم، مقرر تدریس در یکی از دانشگاه ها. خب تا دلتون بخواد چیزهایی را در این کتاب نوشته بودند که انسان واقعا شاخ در میاد، تعجب میکند که این چه طرز ارائه تاریخ است. مثلا که تاریخ را انسان بخواد یک جانبه فقط بنگرد، با یک دید به آن نگاه بکند، با یک چشم فقط به آن نگاه بکند، با تنگ نظری بخواهد مثلا از تاریخ گزارش تهیه بکند یا حرف بزند. بعضی از جوانب مهم تاریخ را کتمان کردن و سانسور کردن و سرپوش گذاشتن که باعث شده است حتی عوام الناس هم نسبت به همدیگر یک نوعی بیگانگی احساس بکنند. و این فاصله و بیگانگی که ما به هیچ وجه آن رو مصلحت نمیدانیم که در بین امت اسلام این فاصله ها و این شکاف ها وجود داشته باشد. وحدت اسلامی ایجاب میکند که بالاخره تا آنجایی که ممکن است این فاصله ها کم بشود، ولی برخی دامن میزنند به این فاصله ها. و ما هم بنا نداریم، همیشه هم گفتیم که خدای ناکرده بخوایم به عقیده کسی اهانت بکنیم فقط من باب شفاف ساختن بعضی از حقایق و بیان بعضی از حقایق و شفاف ساختن جو برای ذهن انسان‌هایی که بسته شده است در اثر بعضی از کتمانکاری ها. ما این حرفا را گاهی میزنیم من باب فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. انسان‌هایی که هدایت میخواهند، انسان‌های خردمند، حرفها را میشنوند و از بهترین حرفها تبعیت میکنند. این نشانه انسان‌های خردورز و انسان‌های عاقل و هوشیار و انسان‌های هدایت یافته است. انسان‌هایی که طالب هدایتند، نه انسان‌هایی که چشم خودشون رو ببندند و بگویند حق همون چیزی است که من تا حالا شنیدم. فرض کنید خیلی از جوانب حق شاید برای ما پوشیده مانده باشد. این است که بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم برخی از حقایق تاریخی و با عقل و منطق حداقل بعضی از جوانب تاریخ را مورد بررسی قرار بدهیم. آن چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده است، ما نظرمون این نیست که اون تاریخ گذشته به این زمان مثلا آورده شود و به این زمان انتقال داده شود به صورتی که ما بخواهیم بر اساس تاریخ گذشتگان و اون چیزی که در زمان گذشته اتفاق افتاده است ما بخواهیم در مقابل همدیگر فرض بکنیم اعلام موضع بکنیم. تلك امة قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما معتقدیم آنگونه که در قرآن هم مسئله آمده است، اونها امتی بودند که گذشتند و رفتند، آنچه که انجام دادن برای خودشون انجام دادن و شما هم آنچه که انجام میدهید برای خودتون انجام میدهید و شما از اعمال اونها محاسبه و سوال نمیشوید که اونها چه کار کردند. انسان‌های و مسلمانان این زمان مسئول اعمال مسلمانان زمان گذشته نیستند، اونها مسئول اعمال خودشون هستند. اونها هر کاری که کردند برای خودشون کردند و ما هم هر کاری میکنیم برای خودمون میکنیم. نه اینکه بخواهیم مثلا در رابطه با اون اعمالی که در گذشته صورت گرفته است ما فرضاً بخواهیم حساب پس بدهیم یا مورد بازخواست قرار بگیریم. بنای خدا این نیست. این است که ما خودمون رو خیلی پایینتر و کوچکتر از این میدانیم که بخواهیم در رابطه با شخصیت‌های والایی که افتخار شاگردی پیامبر صلی الله علیه وسلم را داشتند و در زمان نزول قرآن میزیستند و مستقیم در درس پیامبر صلی الله علیه وسلم شرکت داشتند و جزو شاگردان مستقیم پیامبر علیه السلام بودند، بخوایم درباره اونها اظهار نظر بکنیم.
بعد از 14 قرن. این است که اینجا در رابطه با دیدگاه حضرت علی رضی الله عنه در مورد خلفای راشدین خیلی از حقایق ناگفته مانده است و خیلی ها شاید ندانند که چه بوده است و چگونه دیدگاهی اون بزرگوار در رابطه با خلفای بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته است. بعضی به 25 سال سکوت حضرت علی رضی الله عنه به این دید می نگرند که این 25 سال یک سکوت اجباری و تحمیلی بود یا سکوت مصلحتی بود. چون ما می دانیم که بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از 25 سال خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب رضی الله عنه به خلافت رسیدند بعد از 25 سال. چون بعضی معتقدند که او باید بلافاصله بعد از پیامبر جانشین اون حضرت میشد، آنگونه که ادعا می شود که خداوند او را به عنوان جانشین پیامبر اعلام و پیامبر هم اون را ابلاغ کرده است. ولی 25 سال این فاصله افتاد برای چه اصلا؟ چه توجیهی وجود دارد اینجا؟ بعضی گفتند 25 سال سکوت حضرت علی رضی الله عنه مصلحتی بوده است، یعنی برای حفظ اسلام، برای اینکه اسلام چون نوپا بود امکان داشت موجودیت اسلام به کلی به خطر بیفتد، او مصلحتاً سکوت اختیار کرد. خود این جواب همون چیزی که ما می‌خواهیم. خود همین جواب که او چرا مصلحت را در سکوت دید، این نشان می‌دهد که او اصلاً احساس خطری نسبت به اسلام نداشت. در اون زمان احساس خطر نمی‌کرد در رابطه با اسلام، بلکه احساس امنیت می‌کرد. اگر احساس خطر می‌کرد مثل فرزند بزرگوارش حسین بن علی رضی الله عنه قیام می‌کرد که احساس خطر کرد و قیام کرد. ولی او اسلام را در امان می‌دانست. در اون زمان می‌دانست که خطری متوجه اسلام نیست که سکوت اختیار کرد، مصلحت را در سکوت دید. وگرنه چه لزومی داشت سکوت بکند؟ اصلا جایز نبود. اگر احساس خطری وجود داشت یا اگر میدانست که افرادی آمده اند دارند دین را به انحراف میکشانند، اگر این طور تصور میکرد، این چنین دیدگاه و تصوری داشت در رابطه با خلافت قبل از خودش، قطعا اقدام میکرد و جلوگیری میکرد از اون تحریف و انحراف و از بیراه رفتن. ولی چون مصلحت را در این دید که سکوت اختیار بکند، این مصلحت نشان دهنده واقع امر است و اینکه مصلحت اسلام در آن چیزی بود که اتفاق افتاده بود و امنیت اسلام برقرار شده بود، امنیتی برای اسلام که هیچ خطری دیگر متوجه اسلام نشود. و این نشان دهنده حسن عمل کرده خلفای راشدین هست. اونها اعمالشون اونقدر بجا و حساب شده و اعمالشون اونقدر درست بوده است که حضرت علی رضی الله عنه نیازی ندیده است که حرفی بزند. مثلا باز بعضی میگویند که او میترسیده است از اینکه مثلا حرف بزند، جرأت نکرده است چیزی بگوید. خب این یک اهانت است به علی ابن ابی طالب رضی الله عنه به نظرم. مگر او از فرزندش حسین ابن علی جرأتش کمتر بود؟ شجاعتش کمتر بود؟ او قیام کرد اما او جرأت نکرد، ترسید، نعوذ بالله. حاشا قدر شریفش که بترسد از اینکه حقی را بگوید، جرأت نکند از اینکه حقی را بگوید. این که بعضی گفتن حق او را خوردن و او چیزی نگفت، خب این حق او نبوده است. که اگر واقعا حقی در کار بوده است و اگر واقعا خداوند او را به عنوان جانشین پیامبر اعلام نموده است و پیامبر آن را ابلاغ کرده است، اینجا دیگه مسئله حق شخصی نیست، حق خدا مطرح می شود. اینجا حق دین خداست و اگر حق خودش تنها بود می توانست از حق خودش بگذرد، اما اگر خدا آن را ابلاغ کرده است
و حق خدا و حق دین خداست. چگونه انسان به خود اجازه بدهد که سکوت اختیار بکند و از این حق بگذرد؟ اینجا یک وظیفه ایجاب می کند که سکوت اختیار نکند. پس اما چون این سکوت واقعا اختیار شد، انتخاب حضرت علی رضی الله عنه نشان دهنده این است که او در این رابطه حقی را برای خودش قائل نبود، آنگونه که در خیلی از روایات از کلام خود او فهمیده می شود. بعضی گفتن او با حضرت ابوبکر رضی الله عنه بیعت نکرد مگر بعد از یک مدت تقریبا طولانی، بعد از 6 ماه بعد از رحلت حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها. او بعد از اون 6 ماه حاضر به بیعت شد، ولی واقعیت تاریخی غیر از این را میگوید. خیلی از روایات و احادیث ما داریم که حضرت علی بن ابی طالب و زبیر بن العوام هر دو که فقط شاید در اون لحظات اول بیعت نکرده بودند، در همون روز یا حد اکثر در روز بعدش بیعت کردند. در همون روز یا در روز بعدش حد اکثر این بیعت را انجام دادند و مسئله بیعت بعد از 6 ماه اصلا مطرح نبوده است و اگر چیزی بوده است به این شکل من باب تجدید بیعت بوده است فقط. اما اون چیزی که در لابلای تاریخ مشاهده می شود و از کلام خود حضرت علی رضی الله عنه فهمیده می شود این است که خود او شخصا گفته است، از این کلام از خود او نقل شده است که اگر از جانب خدا و پیامبر برای من سفارشی و حکمی بود، ما اجازه نمی دادیم که برادر بنی تمیم یعنی ابوبکر رضی الله عنه و عمر بن الخطاب بر روی منبر پیامبر بنشینند و جانشین پیامبر بشوند. او خودش اینطور صریحا گفت اگر از جانب پیامبر ما حکمی داشتیم، از جانب خدا حکمی در اختیار داشتیم، هرگز اجازه نمیدادیم که این 2 نفر بر کرسی خلافت بنشینند و مقام و منصب خلافت را بگیرند. و این چیزی است در واقع جز این هم نمیتوان از حضرت علی رضی الله عنه انتظار داشت. بعد از کلام خود علی رضی الله عنه نقل شده است که شخصی که پیامبر او را برای دین ما برگزیده است، ما هم برای دنیای خودمون او را انتخاب کردیم. پیامبر او را به اتفاق مسلمانان ابوبکر رضی الله عنه را در حیات خودش در مرض موت به عنوان جانشین نماز مقرر کرد، جانشین خودش در محراب نماز که به جای او نماز بخواند برای مردم. مرو ابابکر فلیصلی بالناس. اتفاق مسلمانان بر این است که حالا بعضی میگویند بعضی کتمان میکنند، فقط کسی نمیتواند این حقیقت تاریخی را انکار بکند. و حضرت علی رضی الله عنه به همین نکته استناد کرد، فرمود شخصی که پیامبر او را برای دین ما انتخاب کرده است، ما او را برای دنیای خودمون انتخاب کردیم و به او راضی شدیم. همکاری و مشاورت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه با حضرت ابوبکر و بعد از ابوبکر با عمر و عثمان رضی الله عنهم خودش حاکی از نهایت صمیمیت و رابطه انس و الفت به اینها بوده است. اینکه او در امر خلافت در مقام شور و مشورت همیشه یار و یاور خلفا بوده است، در مقام شور و مشورت. ابوبکر رضی الله عنه مکرر با علی بن ابی طالب مشورت میکرد در امور متعدد و از او نظر میخواست و به نظر او عمل میکرد. در جنگ با مرتدین وقتی که ابوبکر رضی الله عنه خودش خارج شد از مدینه که به جنگ با مرتدین برود، بعد از اینکه بعد از رحلت پیامبر افرادی از دین برگشتند، افرادی پیرو پیامبران دروغین شدند و همچنین مانعین زکات، اینها که با عنوان مرتدین و از دین برگشتگان از آنها یاد می شود، خود ابوبکر رضی الله عنه همراه با لشکر خارج شد که به جنگ با مرتدین برود
علی بن ابی طالب رضی الله عنه تنها کسی بود که او را منع کرد. فرمود بهتر است به مدینه بر بگردی که اگر تو از بین بروی اسلام دیگر جان نخواهد گرفت. او را منع کرد از اینکه برود بیرون. اگر او را غاصب خلافت میدانست، حداقل فرصتی بود اینجا دیگه، فرصت بسیار طلایی بود برای اینکه بالاخره این خلیفه در خطر بیفتد یا کشته شود مثلا، خدای ناکرده، که او بتواند به حق خودش برسد. چرا اینجا توصیه میکند؟ چرا اینجا دلسوزی میکند؟ پس خودش این خیلی حرف است تو این مسئله که در تاریخ این مسئله ثابت شده است که علی بن ابی طالب رضی الله عنه ابوبکر را از این که برود خودش شرکت بکند در جنگ که مبادا جانش به خطر بیفتد او را منع کرد. او را در همه جا بر خود مقدم میدانست. از محمد ابن الحنفیه یکی از فرزندان علی بن ابی طالب رضی الله عنه نقل است که من به پدرم علی بن ابی طالب گفتم که ای الناس خیر بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم، کدوم مردم بعد از پیامبر بهتر است؟ فرمود ابوبکر. باز گفتم بعد از او که؟ فرمود عمر. میگه ترسیدم که بعد بگوید عثمان. گفتم بعد از او دیگه خودت دیگه، بعد از این دو نفر شما هستی بهترین مردم. گفت ما انا الا رجل من المسلمین، من فقط مردی از مسلمانانم، شخصی از مسلمانانم. یعنی او حاضر نشد خود را برتر بداند و افضلیتی حتی برای خودش قائل بشود از تواضع فوق العاده خودش با همه فضیلت و برتری که در مقام و منزلت او وجود دارد. او حاضر نشد خود را برتر از خلفا بداند. حتی باز به علی بن ابی طالب رضی الله عنه در حیاتش موقعی که در مسند خلافت بود گفتند تو جانشینی برای خودت انتخاب بکن. در اون زمانی که ظاهراً در آستانه شهادت بود، احتمالاً بعد از اینکه ضربه خورده بود، در همین ایام به او گفته شد که جانشینی برای خودت تعیین بکن. گفت پیامبر جانشین تعیین نکرده است که من جانشین تعیین بکنم. فرمود اگر خداوند اراده خیر به مردم داشته باشد او را بر بهترین افرادشون جمع می کند و بهترین افراد را برایشون مقدر می کند، همان گونه که بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را بر بهترین افراد امت جمع کرد، یعنی ابوبکر رضی الله عنه. این کلام از علی بن ابی طالب باز نقل شده است به این شکل که هم حاکی از این است که او معتقد بود که پیامبر کسی را به عنوان جانشین خودش معرفی نکرده است و همچنین ابوبکر رضی الله عنه را بهترین افراد این امت میدانست خودش حتی. و حتی میفرمود اگر کسی مرا بر ابوبکر و عمر مقدم بداند و مرا برتری دهد بر این دو نفر، من به او شلاق میزنم و به جرم تهمت یا افترا او را تنبیه میکنم. این باز از کلام معروف علی بن ابی طالب است که با نقل متواتر این کلام از او نقل شده است. در نمازها پشت سر ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه و خلفای راشدین به طور کلی نماز میخواند پشت سر ابوبکر رضی الله عنه. این مدت خلافتش کلا او در طول این مدت پشت سر او نماز خوانده است و هدایایی که از اموال غنیمت مثلا ابوبکر به علی بن ابی طالب میداد میپذیرفت و این خود نشان دهنده این است که او مشکلی نداشت در این از این لحاظ، یعنی با ابوبکر و همچنین با عمر رضی الله عنهما. رابطه قرابتی که بین اینها وجود داشت، این رابطه وصلتی که معروف است، رابطه وصلت اگر در نظر بگیرید، این روابط معمولا یکی وصلت یکی نامگذاری ها کلا دارد سانسور می شود. کسی از این مسائل حرفی به میان نمی آورد. اسما بنت عمیس اول همسر برادر علی جعفر ابن ابی طالب بود و بعد از شهادتش با ابوبکر رضی الله عنه ازدواج کرد، با ابوبکر صدیق، و محمد ابن ابوبکر از او متولد شد، از اسما بنت عمیس.
و بعد از ابوبکر رضی الله عنه حضرت علی با همسر گذشته ابوبکر بعد از رحلت ابوبکر رضی الله عنه ازدواج کرد. این خود باز بیانگر یک حقیقت است، یک پیامی دارد که ابوبکر رضی الله عنه و علی رضی الله عنهم هر دو نسبت به همدیگر هیچ مشکلی نداشتند که او حاضر می شود با همسر گذشته او ازدواج بکند. یک حقیقت خیلی ظریف و جالبی وجود دارد در رابطه با شخص امام جعفر صادق رضی الله عنه که از بزرگان اهل بیت هست. او در عبارتی از او نقل شده است که فرمود ولدنی ابوبکر مرتین، ابوبکر مرا 2 بار به دنیا آورده است. حالا ببینید چگونه ابوبکر رضی الله عنه او را 2 بار به دنیا می آورد. خیلی حقایق هست که عرض کردم متاسفانه بر اون سرپوش گذاشته شده است. قضیه از این قرار است که ام فروه مادر امام جعفر صادق رضی الله عنه هست. ام فروه که پدرش هم خب پدر امام جعفر معروف است، محمد باقر، امام محمد باقر. ام فروه همسر امام محمد باقر و مادر امام جعفر صادق، پدرش قاسم ابن محمد ابن ابی بکر بود و مادرش اسماء بنت عبدالرحمن ابن ابی بکر. دقت بکنید شما به این نسب. پدر ام فروه یعنی پدر بزرگ امام جعفر صادق قاسم ابن محمد ابن ابی بکر و مادرش هم اسماء بنت عبدالرحمن ابن ابی بکر، یعنی هم از طریق پدر بزرگ و هم از طریق مادر بزرگ، هم پدر مادرش و هم مادر مادرش نسبش از هر دو طرف یعنی به ابوبکر رضی الله عنه وصل می شود. حالا اگر کسی شخصی را دشمن خود یا دشمن مثلا آبا و اجداد خودش بداند، چگونه حاضر می شود با شخصی از نسل او ازدواج بکند که اینطور این وصلت صورت بگیرد به این شکل و خود امام جعفر صادق هم به این نسب خودش ببالد و افتخار بکند و بگوید ولدنی ابوبکر مرتین، 2 بار ابوبکر مرا به دنیا آورد. یک بار با به دنیا آمدن نوه‌اش قاسم محمد بن ابوبکر و یک بار هم با به دنیا آمدن نوه دیگرش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابی بکر. این حقایق از حقایق کتمان شده است که اصلا از اون سخن به میان نمی آید و این مطلب را انشاءالله باز ما در جلسه آینده انشاءالله این بحث را تکمیل خواهیم کرد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.